دکترا مستقیم یا پی اچ دی دایرکت به چه صورته؟ یه سری نکات مهم داره، خیلیاتون سوال داشتید در این خصوص. توی این ویدیو ظرف چند دقیقه کلشو براتون باز میکنم. نکته اول، آمریکا سیستم آموزشیش فرق داره با ایران. اینطوری نیست که لیسانس باشه، ارشد باشه، بعد دکترا و ارشد پیش نیاز دکترا باشه. برای اغلب رشته‌های ساینس و مهندسی، فیزیک، شیمی، بیولوژی، ژنتیک، مهندسی مکانیک، کامپیوتر، عمران و غیره، لیسانس میتونی بری دکترا. یعنی اینجا اینطوریه که یه دانشجو وقتی لیسانسشو گرفت، اگر صرفا میخواد یه چند تا کورس برداره، یه ذره ریسرچ کنه، میره مستر میخونه. اگر میخواد ریسرچ کنه، میره دکترا میخونه. اینطوری نیست مجبور بشه بره ارشد بخونه بعد بره دکترا بخونه. این دوتا موازی هستن تقریبا، نه پشت هم. خب پس این از این منظر. اگر پروگرام های مختلف هم تو رشته‌تون رو چک کنید، مخصوصا مهندسی و ساینس، میبینید اغلبشون برای پی اچ دی نزدن ماسترز دیگری توی ریکوایرمنتشون، زدن آندرگرجویت دیگری، بچلرز دیگری. اینجا میتونید ببینید. حالا اگر رشته‌تون رشته خاصیه، میتونید همینجا کامنت بذارید، از من بپرسید چی، اگه بدونم بهتون میگم. اگر هم نه که خودتون میتونید برید چند تا دانشگاه رندوم ببینید پی اچ دی پروگرامشون پیش نیازش چیه. اگر نوشته بودن بچلر یا آندرگرجویت دیگری، میفهمید که دایرکت قبول میکنن. حالا چرا ارشد اپلای نکنیم، پی اچ دی دایرکت اپلای کنیم دکترا مستقیم؟ ببینید معمولا پوزیشن های آر ای و تی ای توی مقطع دکترا خیلی بیشتر از ارشد هستن. شانس فول فاند گرفتن توی دکترا خیلی بیشتره. پس اگر فاند برات مهمه، بهتره پی اچ دی دایرکت اپلای کنی تا دوره ارشد یا همون مسترز. ولی یه نکته ای، اگر معدلت خوب نیست، طبیعتا تو لیسانس که شما سابقه پژوهشی نداری آنچنان، شاید بعضیتون داشته باشید ولی اغلبتون ندارید. اگر معدلت هم خوب نیست، زبانت هم خوب نیست، مهارت‌های مرتبط با رشته‌ت هم بلد نیستی، خب اون وقت شانسی نداری. اما اگر معدلت خوبه، زبانت هم خوبه، چند تا مهارت مرتبط با رشته‌ت هم بلدی، شانس قابل توجهی خواهی داشت برای پی اچ دی دایرکت. به نظر من بهتره اپلای کنی تا اینکه بخوای بری ایران دوباره ارشد بخونی، خودت تحصیل کنی، 2 سال بعد دوباره بخوای بیای اپلای بکنی. آیا بتونی رزومه خوب پژوهشی جمع بکنی یا نکنی با چالش‌های ریسرچی که توی ایران هستش. پس من پی اچ دی دایرکت رو به صلاح‌تر میدونم در قیاس با ارشد، و همچنین اگر ایران هستی میخوای بری ارشد بخونی، اگر شانسش رو داری، معدلت الان خوبه یا مهارت‌های مرتبط با رشته و زبانت خوبه، دایرکت اپلای کن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که مکاتبش فرق داره پی اچ دی دایرکت، باید بگیم اپلایش چطوریه، متفاوته از حالتی که بچه‌ها ارشد دارن دکترا اپلای میکنن؟ نه، هیچ فرقی نداره. فقط تو سابجکت ایمیلت و متن ایمیلت یه ذره هوشمندانه‌تر عمل بکن. نمیخواد بگی دنبال پوزیشن مستر یا دکترا هستی، بزن گریجویت. بگو دنبال پوزیشنم، لازم نیست بگی چه پوزیشنی. بعد میتونی مظنه استادو بسنجی اگر جواب داد، ببینید دنبال مسترز استودنت یا دکترا، و بعد اون موقع خودتو وقف میدی بهش. پس حتما لازم نیست توی ایمیلت بگی دنبال دایرکت پی اچ دی هستم. بگو من دنبال پوزیشنم، میخوام ببینم فاند داری یا نه، آر ای یا تی ای یا گریجویت استودنت میخوای یا نه. گریجویت استودنت هم میتونه ارشد باشه هم دکترا. درخواست اپلایش هم دقیقاً یه چیزه، 2 تا پورتال مختلف نیست. شما وارد سایت دانشگاه میشی، برای اون پروگرام پی اچ دی اپلای رو میزنی، اپلیکیشن فرم رو پر میکنی. برای پر کردن اپلیکیشن فرم یه ویدیو دارم کامل بهت نشون دادم گام به گام چطور پرش کنی، لینکش رو توی کپشن میذارم و اپلای میکنی. فرقش اینه اگر ارشد داری به تب ایژوکیشن که میرسی، ارشدت هم وارد میکنی علاوه بر لیسانس. اگر نه با بچلر با لیسانس داری اپلای میکنی، صرفا مشخصات دوره بچلرتو مینویسی و اپلای میکنی تا ببینی چی میشه. و نکته بعدی، حالا چطوری شانس فاند و همون ادمیشن گرفتنمون رو زیاد کنیم؟ گفتم که یه بخشش معدل و مهارت زبانت، یه بخشش مهارت‌های مرتبط با رشته. سعی کن یه چند تا چیزو یاد بگیری، 1-2 تا نرم افزاری، 1-2 تا مهارت عملی، 1-2 تا پروژه درسی انجام بدی. درسته مقاله نداری، ولی 1-2 تا پروژه که میتونی انجام بدی که سی وی یه ذره پربارتر جلوه بده. و سی وی، انگیزه‌نامه و توصیه‌نامت باید حرفه‌ای و با توجه به نکات مهم نوشته بشه و زیرک کنه. برای هر کدوم این 3 تا من ویدیو دارم، اون ویدیوها رو ببینید که چطور سی وی تون و انگیزه نامتون و توصیه نامتون رو حرفه‌ای بنویسید، شانس پذیرش و فاند رو زیاد بکنید. لایک و کامنت فراموش نشه. مرسی.